تو قسمت قبلی کجا بریم دیدین که من و بهزاد سفرمون از شهر دوسلدورف آلمان شروع کردیم و به سمت ایتالیا آمدیم. تو بندر ونیز سوار کشتی تفریحی شدیم و به سمت یونان حرکت کردیم. یه روز کامل رو آب بودیم و خیلی بهمون خوش گذشت و البته که شب تو کشتی استراحت کردیم. و اما در برنامه امروز میبینیم که صبح به بندر جزیره کورفو تو یونان میرسیم و با اتوبوس به مرکز شهر میریم. دور تا دور شهر رو با کالسکه میگردیم، به ساحل رویایی این جزیره سر میزنیم و در آخر تمام کوچه پس کوچه های بازارچه شهر رو متر میکنیم. پس جایی نریم که کجا بریم این هفته شروع شد. رسیدیم اولین جزیره یعنی جزیره کورفو که متعلق به یونانه، هفتمین جزیره بزرگ یونانه. الان داریم از کشتی خارج میشیم. ساعت دقیقاً 1 ظهر تا ساعت 7 شب میتونیم تو این جزیره بمونیم، ولی 7 همه دیگه باید تو کشتی باشن چون ساعت 8 حرکته. بریم ببینیم کورفو چه خبره. Thank you. I feel myself. Yes. You see? Okay. Bye. اینجا هر بار که از کشتی خارج میشین یعنی که داخل میشین سکیوریتی رو چک میکنن و یه بارکدی که اینجا هست میزنن و عکس شما رو میبینن که حتما اون شخصی که داخل کشتی هست شما باشید و خارج میشه و داخل میشه. Hallo. Ist die Shuttlebus, richtig? Ja. Okay. Kann man hier einsteigen oder? Tickets haben Sie schon? Nein, noch nicht. Dann können Sie erstmal hier Tickets kaufen. Ja. Bitte schon? Getrennt buchen oder? Ach, nee. Können zusammen hier. Ja, zusammen, genau. الان باید 2 تا بلیط بگیریم برای اتوبوس‌های شاتل که از اینجا میره مرکز شهر کورفو. 2 Stück? Ja. Das ist ganz gut, richtig? Okay. کارت من با امضای کتی خیلی جالب بود. اینجا 2 تا بلیط گرفتیم برای اینکه سوار اتوبوس‌های شاتل بشیم. اتوبوس‌های شاتل از اینجا دم بندر کورفو ما رو میبره تو مرکز شهر کورفو. 3 کیلومتر و نیم راهه. رسیدیم اولین جزیره کورفو که متعلق به یونان، هفتمین جزیره بزرگشه. الان از کشتی پیاده شدیم میخوایم بریم با اتوبوس‌های شاتل وارد مرکز شهر بشیم ببینیم اینجا چه خبره. تو این سفر همونجوری که اولش گفتیم قرار شده که کتی نقشه خونمون باشه. ما آخر سر متوجه نشدیم کدوم نقشه بهتره و تصمیم گرفتیم که همه نقشه ها رو با هم برداریم. حالا ببینیم چطور جلو میره. خب ما همچنان دنبال اتوبوس‌ها میگردیم فعلا. کنم اینا باشه. از کجا مطمئنی که اونا باشن؟ میتونیم بپرسیم. اینجا یه چیزایی نوشته پورت شاتل. فکر میکنم این مال سلبریتیه. واو، اینجا یه دنیایی از اتوبوس به رومون باز شد. آره یه دونه اتوبوس بود، یه دونه 500 تا اتوبوس اومد تو چشممون. البته با اغراق گفتم، کلا 6 تا. خب حالا باید بگردیم دنبال شاتل باسی که مربوط به کشتی‌های. شاتل باس. Get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. یکی از جاذبه‌های توریستی این شهر دیوار بلندی که دور تا دور شهر رو احاطه کرده. اما در حقیقت ما در بیرون شهر قدیم قرار داریم و این خونه‌هایی که می‌بینید بعداً ساخته شده. و جالب‌تر این آهنگی که داره تو اتوبوس پخش میشه. یه آهنگ کاملاً ایرانی که به یونانی روش خونده میشه. یونانی هم از ایرانی ها کاور میکنن، فقط ما نیستیم که از اونا کاور.
ماهی. دیواره شهر که میدونی که معروفه. آره میدونم، دیوارا رو ساخته بودن که توی جنگ کسی نتونه به راحتی وارد شهر بشه. یکی از جاذبه‌های توریستی این شهر، این جزیره است. و البته با اینکه این دیوارا رو ساخته بودن، آخر سر ونیزیا تونستن که این جزیره رو به تصرف خودشون بگیرن. 500 سال این جزیره دست ونیزیا بوده و خاطر همین خونه‌هایی رو که می‌بینید اینجا خیلی‌هاشون استایل خونه‌های ونیز داره، چون که 500 سال در حال کم نیست، خودی ساخت شده. اما یه چیز جالبه دیگه می‌خوام نشون بدم. دقیقاً اونجا، یعنی الان وقتی که اینجا وایسادیم سمت راستمون اگر که نگاه بکنید، اونجا زندان قدیمی شهر بوده که قبلاً زندانی‌ها رو اونجا نگه می‌داشتن. الان تبدیل شده به کتابخونه و همچنین آرشیو شهر تورکو توی این ساختمون قرار داره. میگم زندانشون بد جایی نبوده، خیلی جای خوش آب و هوایی بوده. با صفا بوده. آدم دلش بخواد همچین بره زندان. سوار اتوبوس‌های توریستی بشیم، اما خب اینجا کالسکه‌ها رو دیدم، خیلی دلم خواست با کالسکه بریم شهر رو بگم. پشتش اسبه. خب سوار این که از این کالسکه‌ها میشیم، نیم ساعت دور تا دور این جزیره رو میبره میگردونتون ببین چه جای دیدنی. اسبه رو بگو می‌خواست منو بخوره. خب سوار اسب شدیم، هوا خیلی گرمه. اوکی. اوکی. این آقای پیرن تنش نبود، پیرن تنش که جلو فیلم فکر کنم خوب بیفته. کمربند ایمنی هم نداره اسب. What is the name? Esplanade. Esplanade? Yes. We're going to play cricket here. آقای درشکشی به ما گفتن که کل شهر رو قراره به ما نشون بدن. ما که الان سوار شدیم متوجه شدیم که همینجوری نشون میدن. مثلا میگن اونجا اونه. Restaurant, everything. Esplanade. این آقای به خیال خودش داره برای ما انگلیسی توضیح میده، ولی من نصفش یونانی متوجه میشم. اینجا موتور سوارای هر دیگه هم داره. دخترای یونانی هم خوشگلن ظاهرا، نه؟ توریست بود؟ توریستای یونانی خیلی خوشگلن. Academia. Yes. 1865 اینجا دانشگاه بوده. اونی هم که دیدین یه سیاستمدار یونانی بوده، اسمشو نمیدونم. مهمم جالبی هم که از پشت این اسبی ترافیکی الان ایجاد شده که همینجوری اتوبوس و ماشین و همه پشت سر ما دارن رژه میدن. الان دلیل ترافیکی که موقعی که با اتوبوس می‌اومدیم اینجا رو متوجه شدیم دیگه. این اسب آروم آروم برای خودش قدم زنان میره پشت سر تمام ماشینا وایسادن که ما رد شیم. دقیقاً. خیلی جالبه جزیره‌ای که اینجا هستیم، یک طرفش اونجا خود یونان رو می‌بینیم، یعنی این جزیره متعلق به یونانه. این سمت اون خشکی که دیده میشه یه قسمتی از خاک آلبانیه. در واقع آلبانی و یونان کنار هم قرار گرفتن. از این جزیره میتونید هر جا خوشو ببینید. اوپا. چی؟ Right.
پول دست تو. تهیه کننده برنامه با پول. بفرمایید. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. پشت اون دروازه ساحل شنیش باشه، اینطور که تو نقشه بود. امیدوارم اینطور باشه. هوا گرمه، بعدم نمیاد برم این کنم. خب بالاخره رسیدیم به این دروازه‌ای که صحبتش بود. البته اینجوری که پرسیدیم اینجا موزه است. اینجا موزه معروف شهر، معماری خیلی زیبایی هم داره و اما اون ور دروازه اینجوری که گفتن ظاهرا مثل این که بیچه یا ساحله. حالا شنی یا صخره‌ای نمیدونم. از این دروازه بریم تو اون پشت دریا. من خودم همین الان گفتم. من نشنیدم. آره. مطمئنی؟ فکر کنم 99. من دارم جنگل میبینم اینجا تصویر. خب دریا هم دیده میشه. مثل اینکه نقشه درست. تو به نقشه‌های من شک داری؟ نقشه شما؟ نقشه مال مرکز توریستی این شهره. ولی خب قرار شد مسئولیت خوندن نقشه رو من به عهده بگیرم. چیز خوبی رو به اسم خودت میزنی. خودت اولش گفتی مسئولیتش با من. خب اگه بد بود مسئولیتش با تو بود، مطمئنم. ساعت چنده؟ ساعت دقیقاً 3. یعنی هنوز 4 ساعت دیگه وقت. 3 به وقت آلمان یا یونان؟ 3 به وقت یونان. 1 ساعت رو کشیدیم جلو وقتی وارد یونان شدیم. بسیار هم عالی. این پایین یه بیچی هستش که مردم تو آبن. چه آب زلالی هم داره. خیلی خوبه. کشتی کروز هم اونجا میبینین توی تصویر و جزیره‌ای که متعلق به یونانه و پشتش خاک آلبانی رو میبینم. آره دقیقاً این بر آلبانیه، اون سمت خود یونانه. اون جزیره مال یونانه ولی. این جزیره مال یونانه. این جزیره مال یونانه. اون پشتش اون کوههایی که دارین میبینین اینا متعلق به آلبانیه. درست. چه آب زلالی داره. تو این گرما خیلی دلم میخواد برم تو اونا. بریم پایین ببینیم چه خبر. آها همینجاست. من فکر می‌کنم یکی از بالاترین رستوران‌ها براتون پیدا کردم. کمتر جایی همچین رستورانی پیدا میشه. اینجا شو خیلی عادیه، یه رستوران معمولی دیده میشه ولی خب یه خورده که میری جلوتر جالب‌تر میشه. بیا. خب علاوه بر اینکه این قسمت زود رفتی سراغ اون برا اون جایی که دوست داشتی. علاوه بر اینکه این قسمت کنار ساحل میز گذاشتن، اینجا یه قسمت شنی هم درست کردن، شن ماسه‌ای هم درست کردن که میتونی قشنگ بشینی ریلکس بکنی، نوشیدنی تو بخوری. خب قبل از اینکه بریم اون پایین شما اینو نگه دار. من به همه چیز فکر میکنم. حالا من صندلامو آوردم که اگر جایی خواستم برم توی آب با کفش نخوام برم تو آب. و الان مشکل مثلا منم الان در میارم به جوراب میرم تو آب.
آب زلالیه. رفتی؟ جا زدی؟ من میرم تو. آقا من اگر پاهامو از دست دادم به خاطر ساختن برنامه برای شما بوده. آها تا اینجا رفتم داخل. لباس نیوردی عوض کنی نه؟ نه اصلا بزرگترین حسرته. اومدی اینجا توی همچین آب زلال و تمیزی بعد اینقدر گرم بعد نمیتونی بری توش. همینجور با بسی نگاه. تو میتونی بری البته. نمیتونم. میتونی یا؟ نمیتونم. قیافم میریزه من. موهام. او. ولی واقعا اینجا قدم گذاشتن روی سنگا یه مقدار سخته. اگه ساحل شنی بود من فکر میکنم مشتری بیشتری برای این رستوران هم جذب میشد. میشه کفشای منو بدی؟ نه مثلا دست گرفتن نیست مثلا. او نتونستم بیام چه خارپشت دریایی دیدم. درد گرفته واقعا. این کف پاهای منه چیزیش نیست. لجنه این اعصاب منه الان. خب اینم اون کوکتل مخصوص این شهره که بهتون گفتم. هم ظاهرش خیلی خوبه هم فوق‌العاده خوشمزه است. میوه‌ای رو که توش ریختن طعم پرتقال و نارنگی میده و با این همه یخ توی این گرما زیر این آفتاب با این آب زلال واقعا میچسبه. جاتون از همینجا خالی. خیلی آرام بخشه. واقعا این صحنه‌ای که روبروت می‌بینید فوق‌العاده آرام بخشه. من چند بار سعی کردم عینکمو بردارم ولی چشام خیلی اذیت میشه. من واقعا دوست دارم بدون عینک این صحنه رو ببینم. فوق‌العاده زیباست. خب بالاخره با ساحل و بیچ و اینا تموم شدیم. میریم داخل شهر ببینیم داخل شهر کورفو چه خبر. بریم. خب بافت شهر واقعا با همه جای دنیا فرق میکنه. یه بافت خاص خودشو داره که مختص به خود یونانه. صدای جیرجیرک اگر اشتباه نکنم داریم میشنویم همینجوری در طول مسیر. و اینکه مقابلمون در این کوچه یک دریای آبیه که منظره این کوچه رو واقعا فکر میکنم که با همه کوچه‌های دیگه متمایز کرد. سلام. اینجا جا یه جوریه یه باری میادش اصلا دلم نمیخواد از اینجا جایی برم. ولی خب متاسفانه باید بریم یه جای دیگه. دریا و بیش تموم شد. کجا بریم؟ بریم تو شهر. بریم تو شهر. من خونده بودم که نماد کورفو زیتونه به خاطر درخت زیتون زیادی که دارن، ولی الان اینجا تو قسمت سوقاتیاش فقط دارم حیوانای مختلف مثل الاغ و لاک‌پشت و لاک‌پشت و اینا رو فقط دارم می‌بینم. خب فکر می‌کردم فقط
توی ایتالیا که چیزای فیک زیاده. اینجا انواع اقسام مارکا رو همینجوری بیرون می‌بینی. اصلا همین چیزی امکان نداره که گوچی و روبرتو کاوالی، ریبن، ورساچی همشون همینجا رنگ رو رفته هم هستن. شما این مارک ریبن رو بگیرید اینجا. اینا یعنی اصل خود یونانه. خب اما رسیدیم به قسمت بازارچه ها و فروشگاه های مرکز شهر. اینجا اینترستینگ، اینجا هیجان آورتر. خیلی جالبه. توی اروپا کمتر جایی رو می‌بینی که اینطوری باشه. من دوست دارم. چنده؟ How much is it? 15? 15 یورو. 15 یورو. ولی خب نه سخت بفیندنش. برونزه. مثلا برونزه. نه برونزه چون این سبزه که This is 5? Yes, that's material. Yeah. This is ceramic, porcelain. But this is bronze. Yes, massive for Okay. your life, daughter, child, grandchild. Okay, great, thank you. اینا هم زیتونن اینجا اینجوری این سوسیس گذاشتن. اینا انجیرن. انجیر ببخشید. روغن زیتون توی کورفو خیلی معروفه. فکر کنم بهترین سوغاتی که میشه از اینجا گرفت یه شیر روغن زیتون اصل خود کورفو باشه. مارک تیمبرلند میشه ها. قیمت یه شیشه روغن زیتون کوچولو ولی اصل 13 یورو نیمه. خیلی گرونه. اینا چی؟ این هم که بمب انرژی. یه نفر اگه اینو بخوره فکر کنم تا 50 روز نمیخواد چیز دیگه بخوره. 4 مغز به اضافه عسل. این همون میوه‌ایه که بهتون گفتم. میوه مخصوص این شهره. Kumquat in syrup. What's the name? Kumquat. Kumquat? Yes, small orange. Small orange. کومکوات. Yes. اوکی. برای همون کومکواته که خیلی معروفه. تقریبا پرتقال کوچیک مزه پرتقال و نارنگی میده. این کوکتلی هم که خوردیم دقیقاً همین توش بود. الان این مرباش یعنی با هر چیزی که تونستن ساختن. خودکفایی و تولید ملی. کومکوات. این شربت کومکوات خودشه اصل غلیظه بدون اینکه با چیزی قاطیش کنن گذاشتن که امتحان کنیم. بذار ببینم چه مزه‌ای. خیلی شیرینه. مزه مربای پوست پرتقال و بهار نارنج و همه اینا رو قاطی بکنی با کلی شکر اون مزه رو میده. خیلی خوشمزه است. فکر کنم قندم رفت تو 250. This is the Mouse Island. It's very popular, characteristic of Corfu. And here is the church of Mouse Island. Can I see that? The name is Mouse Island because maybe Oh, be careful. the name is Mouse Island because maybe the shape is like a mouse. Oh, okay. Okay, that's a mouse Jazzy island. And you go there by a ship. Oh, okay. So how far is it to here? From here? Yes, from the town is about 10 minutes. 10 minutes. Then by bus or car or taxi. Okay. Okay. Or taxi, yes. Okay. میگه چیزای خاص این شهر اینه که این جزیره اسمش جزیره موشاست. یه جزیره خیلی کوچیک 10 دقیقه از اینجا فاصله داره. میگه به خاطر فرم جزیره شبیه موشه اسمش رو گذاشتن جزیره موشه. اسمش باحاله. در مورد خوردنیاش صحبت نکردیم. نمی آب میوه بخوریم؟ چیکار کنیم؟ آب میوه. نه الان تازه خوردیم. باش. من یه آب انار برای خودم بگیرم. آب انار؟ بله. اینجا آب انار داره؟ بله.
من اونجا گفتم اینجا مثل این که انار یکی از نماداشه. واقعا انگار آبنا خوب نشو عزیزم. خوب شدم. Hello. Hello. 2 pomegranate juice please. واقعا آبنار داره. خیلی خوشحالم. خب این اتفاق تو آلمان نمیفته هیچ وقت، بخاطر انار یکی از میوه‌های کمیاب بومی نیست اینجا. شیرینه توی آلمان انارش معمولا سفید، مگر که از پرتغال بخوای بگیری انار قرمز هست، ولی خب آبنار تا حالا توی این چند سال من تو آلمان ندیدم. خیلی خوشحالم. شمایی که تو ایرانی خوش به حالتون. خوش به حال. با میوه خوشمزه. چقدر نفتش میده آبنار رو. بپرس از بگو انار میوه اینجاست یا نه. I have a question. Is pomegranate special for this city? Special? Is it from this city? From Greece, not from the country. From Greece. From Greece. Is it sour or Now is it it's sweet? sweet. It's sweet. Yeah. Traditional is deep essence. Okay. Pastry with honey and sesame, and pastry with honey and water without milk, nothing. پس اینا ترادیشنال یا این که به صورت سنتی مال یونان هستن، ولی خب این یونانی نیست. اون نمیدونیم کجاییه، ولی خب حتما کشفش میکنه. آبنارش فوق‌العاده خوشمزه است. نه شیرینه نه ترشه، ولی تازه و خنکه. جاتون خالی. اینا فکر کنم از تلویزیون میگفتن با پاپاراتزی هست. پاپاراتزی. جالبه چقدر آلمانی هست تو شهر. فکر می‌کنم همه کسایی که ما با کشتی آیده آمدن الان تو شهرن دیگه. فکر کن یه کشتی رو بریزی تو شهر به این کوچیکی، همه میشن آلمانی. یه چیزی که خیلی برام جالب و عجیبه اینه که الان هولوش 10 دقیقه است داریم راه میریم، یه سطل آشغال هنوز پیدا نشدیم این می‌کنه. میخوای اصلا یه چالش سطل آشغال بذاریم بشماریم ببینیم چند دقیقه طول میکشه؟ موافقم. 10 دقیقه‌اش گذشته. بریم. هر جا که چیزای خریدنی باشه خانم‌ها اونجا رو دوست دارن. البته هنوز دنبال سطل آشغال. چند دقیقه شد؟ 15 دقیقه. 15 دقیقه. چالش سطل آشغال. ببخشید. چالش سطل زباله. البته خب اینجا یک مقدار خرید کردن سخته. مثلا اینجا مارک‌های مختلف عطر و اینا هست، ولی خب دیگه واقعا من تمایلی ندارم که بخرم، چون مطمئن نیستی که واقعا اصل باشه یا نه. مطمئن نیستی که اصل باشه یا نه؟ یعنی مطمئن هستی که اصل نیست. اینجا نوتلا بار داره مثل ایران. چه جالب. من فکر کنم ایران کشفش کردم. شاید هم خب اینا مثلا اون موزیک ایرانی که داشتن روش یونانی میخوندن، شاید نوتلا بار هم از روی ایران برداشتن. مشخص نیست. 25 دقیقه گذشت ما هنوز دنبال سطل زباله ایم. هنوز کندو. میخوای از یکی بپرسیم شاید این سطل زباله‌ش یه شکل دیگه است. نه دیگه چالش پیدا کردن سطل زباله است. خودمون باید پیدا کنیم؟ بله. کجا پیدا کنم من؟ پیدا کن. کدوم وری بریم؟ به نظرت اون ور سطل زباله بهتر میشه پیدا کرد؟ این ور میشه سطل زباله بیشتر پیدا کرد. الان ما اومدیم فقط سطل زباله پیدا کنیم. میخوام اصلا بندازیمش رو زمین. مستقیم بریم.
بی بلندتر بگو. بالاخره موفق شدم. و سطل زباله. توی این قسمت دیدیم که با کشتی به جزیره کورفو تو یونان رسیدیم. توی مرکز شهر سوار کالسکه شدیم و جاهای دیدنی شهر رو دیدیم. تو هوای گرم و آفتابی کنار ساحل یه نوشیدنی خنک خوردیم و به گشت و گذار تو بازارچه شهر ادامه دادیم. اما این همش نیست، کورفو جای دیدنی زیاد داره. هفته آینده میریم به قلعه قدیمی شهر و از بالای کوه کل شهر کورفو رو میبینیم و دوباره برمیگردیم تو کشتی و شب به سمت ایتالیا حرکت میکنیم.